کوهسار هیجا شنیدید. کارگردان نگینه ابراهیم، صدا بردار منصوره یوسف، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید. ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک با توجه شما گفتار هشتم از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهسار هیجا مرحمت گوش کنید. قافله امیر بر راه برآمد با 2000 سرباز و با ولوله و دبدبه و هنگامی که از دروازه ارک عبور می کرد، شاطیر از مضافات رسید و عرض کرد که امیرم، در آب امو 40 آدم غرق شد. و امیر پا از اوزونگو بر نگرفت. به سفر برآمده ایم، جای این گپ ها نیست. و به قشبگی فرمود نوکران را جمع آورده فرستانید. و در کوچه های شهر مردم به سپاه و حشم او راه می کشادند و صف کشیده تعظیم به جا می آوردند و از دنبال با یکدیگر سوال می دادند خرسی بابا باز کجا می رفته باشد؟ و خرسی بابا خرسی رامی بود که بابا نامرد از زنجیر گردنش داشته در بازار و چارسوها می گشت و مردم تماشا می کردند و دست رسانند و یا با خیمچه بزنند و یا گوشتی گرفتن خواهند. خرس فقط یک صدا می برآورد، هم هم. و این شغل واسطه روزگذرانی بابا بود. از هنگام طلبها پول می گرفت و رای شهر بخارا به امیرشان این لقب را لایق دانستند. و بیکی کتاب شنید که حضرت همایونی عزم سفر شهر سبز دارند و 2 نفر آدم خاصی خودش را پیشواز فرستانید و آنها در بیرون شهر به پایبوسی رسیدند و از نام بیگ التجا کردند. جناب عالی قدم مبارکشان را دریغ ندارند، سری را یک نفس به کتاب درآیند. و جناب عالی قبول نمودند و فرستاده ها برگشتند و خبری خوش به بیگ رسانیدند و شیرین کامه گرفتند. بیگ کتاب در یک شبانه روز سیزخانه ساخت، قدش 250 متر و خلق در این ساختمان بیمست کار کرد. به طرز حشر و ستون و بالا رو وسعش را خلق داد به طریق خیریه و با اندازه عام از هر بونه کاه و بیده و جو گرفتند برای اسب و شتر میهمانان و کشک را آینه بندی کردند و به کوچه های کلان شهر آب سر دادند که چرک و چربش را بشوید و لایقه در کوچه و پس کوچه ها تکشین گردید و بیگ به ایوان مالین که همون ایوان که سالهای دراز با نامهای گوناگون آشکار و نیهان در آسیا میانه جاسوسی می کرد و امپراتور اعظم با محبت او را موی میلینکی می گفت و پس از فتح سمرقند اکسپدیسی علمی ترتیب داده بود که طبیعت حوزه کشرود را بیاموزد و همان روزها در کتاب
قرارگاه داشت. وقتی ضیافتخوری لاف زد و تملق پیش آورد. از کیسه خودم 100,000 تنگه خرج کردم. من به شما روس‌ها احترام دارم. در نورعطا و در اینجا نزدیکترین همسایه شما هستم. از شما تمنا دارم که در مراسم قبول و گسیل امیر حضور داشته باشید. سرمان به آسمان می رسد. ایوان مالین که بیک را سرفراز گرداند، سفرش را موقوف گذاشت و آمدن امیر را منتظر شد. بیک برای استقامت عالمانی طبیعت شناس کشکی بیداد و آن اندرون قلعه بود و قلعه مثل همه قلعه های آسیا میانه در بلندی در سر تپه که با خاک کشیده صنعی برداشتن ساخته شده است و خدمتگاران جدا کرد برای آنها که زیغ نشوند و خدمتگاران به سمرقند رفتند و از آنجا کرسی و میزهای سفری آوردند که قط و راست می شوند و گستردن و غنداشتن و غنجانیدن و کوچانیدنش آسان بود و کرد و چمچه و چنگک فلیزی و تقسیمچه و استکان مهیا کردند. ایوان و یارانش فراوان می خوردند و می آشامیدند و درون قلعه سیر و کشت می کردند و از تماشای باره و حوض و پیشتاق و ایوان و قاشنکاری سرستون و بالار و وسه و اصول قبض فرومان لذت می گرفتند و از نواهای شش مقام سرودها می شنیدند و به معنی و مضمون رقص و سینه جنبانی امرد بچه ها صرفم نمی رفتند و سربازان سرخ پوش و کلاه دراز را که به شرف استقبال امیر در میدان مشق می کردند روز 2 بار دیده صدای کرنه و سرنه و دف و نقاره را شنیده در دل به نظام ملک بی نظامی می خندیدند و 8 روز تکرار به تکرار همان طعامها را می خوردند، در همان جایها می گشتند و همین منظره ها را می دیدند و ایوان به یارانش گفت این یک رنگی آدم را دیوانه می کند. قافله امیر از دروازه رباط در آمد. این دروازه را گنرال ابراموف وقتی محاربه‌ای که کتاب و شهر سبز را غصب نموده به تابع امیر در آورد ولو ویران کرده بود و شکسته و ریخته های آن بر جای می ایستاد، ولی این خرابه پیش چشم به تنتنه و دبدبه استقبال جناب عالی خلل نرسانید. میدان دروازه بی دروازه را روبوچین کرده آب زدند. سربازان سرخپوش به همان ترتیبی که قبلا مشق کردند صف آراستند و بانگ کرنه و سرنه و گنبراست و تبل و دخول و موج انبوه آدم و فایتون امیر از بین می گذرد و لجانکشا از دو طرف فوک اسب و سربازان تعظیم کردند که کلاهشان به زمین رسید و امردان به ضرب دایره می رقصند و انبوه آدمی کف می کوبد و دهان یله ها چشم کلان کشادند و از همراهان ایوان یکی پنهانی صورت گرفت. به این مراسم از دهات نیز برای سلام و تماشا آمدند که در بینشان یک چارق پوش تلبه زود به چشم می رسید. یک مرد غلچه، شانه پن، گردن کوتاه و به جای سله 7 گز لطه نارنجی به گرد سرش بستگی و او را نماندند که به قلعه درآید. گرد، عقیب گرد، اینجای تو نی. و او به التجا در آمد. از راه دور آمدم. به امیرم عرضی ضروری دارم، بسیار ضرور. نوکر امر داد. گوی عرضت را ببینیم لایق گوش امیر هست یا نه؟ مردی غلچه عرض کرد. 20 یا 25 روز پیش در دهی ما یک کمپیر کسل شد. رویش دود کرد. هیزمی نیم سوخته برین سیب سیاه شد. وفات کرد. بعدی همین در ده آفت آمد. هر روز خدا 1-2 آدم سیاه دود می کند و می مورد. ما به قاضی تومان خبر دادیم. آن کس گفتند که نزد مفتی روید. رفتیم. مفتی ما را جنگ کردند. گفتند که کمپیر را جنازه پاک نکرده اید. روید و به ملایتان گویید که مید را از خاک برارند، حلال جنازه خوانند.
رویش را جانب قبله مانند. ما به دیه آمدیم. سپارش های آن کس را به کم و کاست به جا آوردیم، لیکن بلا دور نرفت. اکنون این بلا هر روز به سر 3-4 آیره می آید. ناچار عرض به شما آوردیم. و نوکر او را برد پیش امیر و امیر عرض او را شنید و رنجید. صحرایی های بی فراست و کجا عرض کردنشان را نمی دانند. این کاری مفتی، کاری عالمیان. روید دردتان را به همانها گویید. مرد غلچه ناامید شد و نوکر از آرنج وی گرفته بیرون رفت. و ایوان مالینکی که همان جا بود و امیر در معامله به او خیلی مهربانی میکرد، خود را نازخونج پنداشت و با آهنگ 1 درجه لطف آمیز لقمه پرتافت. جناب عالی، بنا به نشانهایی که این مرد گفت در آن دیه وبا آمده است. یاری طبی ضرور. ما این خیل طبیب ها نداریم. طبیب ما امر تقدیر و خواست خداست. شک ندارم، اما خدا فرموده است که از تو حرکت از من برکت. بعد در ملکی که برای 2 گهواره 4000 طلا و برای 1 ضیافت 100,000 تنگه صرف می کنند، 1 مشت طلا داده از دیگر جاها دختر آورده پیش وبا را گرفتن به نظرم دشواری ندارد. امیر با ذوق خندید. مهمان زد گپ‌هایی میزنند. طلا و وبا چی مناسبتی دارد؟ و ایوان لب گزید و ملازم با تعظیم در دمی در پیدا شد. امیرم، اسیسار به پایبوسی آمدند. رأی شما چیست؟ بیارید. و سعید عبدالمومن پسری امیر و رحمت الله تقزبای حصار با تعظیم به خانه در آمدند و برابر دیدن روی رحمت الله چهره امیر تیره شد. این رحمت الله تقزبا در جنگ‌های قرشی و چارجو جانب عبدالملک را گرفت و پس از شکست و فرار وی سر به تسلیم فرود آورد و به دربار آمد. عذر پرسید. توبه کرد که 100 بار پشیمانم. و امیر در همان مورد نازک و پرتعلقه پرخطر از گناه او گذشت و از خیانتش چشم پوشید، ولی کینه در دلش باقی ماند و حالا آن کینه بالا گرفت و آن روزهای دشوار پیش چشمش به جلوه آمد و غضبش جوشیده بر روی مویش برآمد و سلام او را علیک نگرفت. برید این خائن را، سرش را گیرید. و جلادان گرد گرفتند و رحمت الله را برآوردند بیرون خانه و بردند سری بازار و باران میبارید. و کرافسوف یکی از شریکان ایوان مالین که دستگاه صورتگیریش را زیر بارانی پنهان داشته به مثل حیوان کلوک کردن آدم و چون قصاب سربریدن جلاد و هنگام طلب و تماشا مشتاقان را صورت گرفت و آدمان امیر به جنب و جول وی به شبهه افتادند و او را داشته تفتیش کردند و دستگاه صورتگیریش را کشیده از دستش گرفتند و خودش را بسته نزد امیر آوردند. جاسوس بوده است، هنگام جاسوسی داشتیم. و ایوان تلبه شد و کرافسوف را سخت کاهش کرد. جای خود و کار خود را نمیدانی. اگر دلت صورتگیری بود باید که مصلحت میکردی. اول از جناب عالی رخصت میپرسیدیم که صورتگیری جایز هست یا نه. اگر رخصت میدادند بعد میرفتی. برای چی آمده ای؟ و امیر فرمود که بند کرافسوف را کشایند و رعشه بدنش را پنهان داشت. رأی امپراتور اعظم است و دستانش را زیر بغل گرفت تا که لرزیدنش را کسی نبیند و با تبسمی ساخته تسکین داد. ما گناه دوستانمون را نادیده میگیریم. امیر دستگاه صورتگیری را خیلی با حوصله تماشا کرد و به ایوان داد و پرسید: از همین جا ارک بخارا را صورت گرفته میتوانی؟ ایوان با لبخند به طریق این کار کله جنباند. 6 مقام خانان دربار به کدور شاعر که در پهلوش نشسته بود نیخته زد و با پیچیراز شعر خواند: پسته بیمغز اگر لب وا کند رسوا شود
و شاعر هم پیچی راست زد. تملق زنی های ما و شما بی مغز را پرمغز نشان می دهد و مردم عامی باور می کنند و آنها بی اختیار خندیدند و این خنده بی مورد و بی رخصت به امیر خوش نآمد. ها، باز چی دروغ گفتید؟ امیرم، وصف شما را کردیم. شاعر از جای برخاست و دستها پیشی برگرفت. بزم ضیافت تا یک پاس شب دوام کرد و تحفه و پیشکش بی تنفس می آمد و امیر به کرفساف اجازه داد که فردا در شهر گردد و صورت بگیرد و به خانه خواب رفت. تا نماز بامداد نیم خواب و نیم بیدار در بستر جنبید و پهلو گشت. بیماری وهمت و درد بیخوابی عذابش میداد. از هر یک شرفه، از هر یک سایه می ترسید در خواب داد میزد و بیدار میشد که عرق سرد پخش کرده است. نه بدنش راحت داشت و نه روحش آرام. و پیش از نماز بامداد از کدام یک گوشه خر هنگاس زد و او یک قد پرید و گوش فرا داد. هنگاس این خر به آخر نرسیده از گوشه دیگر باز یک خر هم آواز شد و دوام هنگاس آن را خر دیگری گرفت و خرهای این شهر گویا مصلحتی داشتند و یا در خوش آوازی مسابقه برپا کردند که بالفاصله از 4 طرف قلعه با نوبت هنگاس زدند که جان امیر به تنگ آمد و سرش به درد آمد و اعضای بدنش را رعشه فرا گرفت و بی خودانه اراس زد. کوشید، برید سر این خرها را، نیست کنید. و جانداران بی سرشته شدند و محرم بچه ها بی ضابطه گردیدند و سربازان به تهلکه افتادند و شمشیر از نیام کشیده دویدند و در درون و در بیرون قلعه در کجای خر یافتند شکمش را دریدند، سرش را بریدند و خرکابی و خریابی و شکمدری و سربری تا تیغ آفتاب دوام کرد و خلق از ترس خرهایشان را گریزاندند، به باغ‌ها، به صحرا، به دیه‌ها بردند. بعد تناول طعام چاشت قافله امیر راه شهر سبز را پیش گرفت. آنها در نصف راه بودند که از پیش قاصد آمد و خبر آورد که توره عبدالملک از افغانستان برگشت و آماده غزاست و سپاه و سلاح زیادی دارد و انگلیس ها وعده پشتیبانی و دستگیری دادند و امیر یک دسته مسلح ترتیب داد و به بایسون فرستانید که روید بیک بایسون را گویید که اهل عیال و نزدیکان توره را حبس کند. در جای دستنارس نگاه دارد. با کسی صحبت کردن، سخن گفتن و گشت و گذار نمودنشان قطعاً من است و دید و بازدید آنها با آشنا و بیگانه تماما ممکن نیست و جلوی قافله را برگردان جانب بخارا. در بخارا حشر اعلان کرده بودند، حشری عام برای گریزاندن وبا، زیرا که مرد غلچه از کتاب از حضور امیر که رانده بودند راست به بخارا آمد و به قبول اعلم رفت و از نام امیر به اعلم قصه درد بیدوای دیه را گفت و اعلم قاضی کلان را دعوت کرد و هر دوی آنها به قبول قشبگی آمدند و قشبگی این قضیه را شنیده اعلام نمود که من میدانم چنین مراموری در یک دهنی در چند تومان دوام دارد. از گارنیزون سمرقند خبر فرستادند به من. اوروسای تاشکند هم به تشویش و تهلکه افتادند. همانها میگویند که به آن طرفها وبا آمده است. رئیس را هم جیغ زنیم، یگان چاره بینیم که تا بخارا نآید. و رئیس را آدم مانده آوردند و 4 شاهستون دولت مشورت آراستند و با عقل و فراست مفتی مضافات خندیدند که فتوای نادرستی و بی‌معنی داده است و خودهاشان
با مصلحت به قرار درست و بی‌معنی آمدند که حشر عام دعوت کنند و وبا را ترسانند و گریزانند و چاپرها فرستانیده جارچی ها برآوردند و جارچی ها کوچه به کوچه گشته بالای بام ها برآمده جار کشیدند. نشنیدم نگویید هر کسی که دف و یا دایره دارد، هر کسی که خاده و لطه کهنه یابد به دست گیرد و به کوچه براید. لطه ها را به سر خاده ها بندید، بر افغان جولانید، مشعل افروزید، دفداران دف کوبند، دایره داران دایره زنند، مشعل داران مشعل بردارند، در کوچه ها گردند، به حوری ها درآیند، وبا را ترسانند، وبا را گریزانند. شهر پوری صدا، پوری غوغا، پوری بوی، پوری دود بود و امیر به شهر ندرآمد و راست سوی ولایت چارجو رفت که پیشراه عبدالملک را بندد و در ساحل‌های دریای آمو گروه گروه ترکمن‌های وامی خوردند که از گرسنگی دیهاتشان را ترک کرده زن و فرزند به خدا سپاریده نانکاوی برآمدند و مردم آنها را نان طلب می نامیدند و آدمان امیر پرسکاو نموده از آن نان طلب ها فهمیدند که عبدالملک در مضافات های چارجو گشته سرباز جمع می کند. در افغانستان به عبدالملک روی خوش ندادند. شاه افغانستان به دهان لارد انگلیس نگاه می کرد و لارد انگلیس با گنرال های روس یک عهدنامه گرگ آشتی امضا کرده بودند که شما به منفعت های ما در افغانستان خلل نرسانید، ما هم به کارهای شما در آسیا میانه خلل نمی رسانیم. و نادرشاه که دست نشانده انگلیس ها بود حتی وکیل عبدالملک را بار نداد و بر ضمن این خودش خاطره ناخوش از معامله امیران منقید در دل داشت. وقتی که سلاله آنها را از تخت زده افشاندند وی گریخته به پناه امیر بخارا آمد، ولی امیر را در پایتختش نیافت. وی حصار رفته بوده است که بلواگران آنجا را پخش بکند و نادرشاه به امید یاری و دستگیری دیدن از دنبال او به حصار رسید و در دهنو قتل عامی که امیر کرده بود با چشمان خود بدید و از این بیرحمی که مرده پیر و جوان در کوی و صحرا پشت پشت می خوابید سخت متأثر شد و دست خیر و امید یاری از او برکند و بی مروتی هم حد و اندازه دارد گفت و با امیر ملاقات کردن را لازم ندانست و برگشته به افغانستان رفت و با امیسران انگلیس زبان یافت و با مدد حربی و مالی آنها باز به سر قدرت آمد و عبدالملک را دستگیری نکرد. با این سبب ها و عبدالملک پنهانی از انگلیس ها اندک سلاح و اسب گرفت ولی دیگر در آنجا نایستاد. عزمی به وطن برگشتن کرد که مخالفان امیر را متحد می کند و مبارزه را دوام می دهد و در راه در بیابان سوخته ملا آزاده از پا ماند و بستری شد و در حضور عبدالملک مسوده کاغذهایش را به روز مراد داد و وصیت کرد. نصیحتی که امروز به سر خلق آمده است به تحقیق من فقط عیب امیر و وزیر نیست. گناه این معصیت به گردن اعلم و مفتی، قاضی و مدرس و ملای ناخوانده و ملا بچه عالم بیخبر هم می افتد. همین طایفه هستند که شرع شریف را شرع کثیف کردند. سالهایی است که از نام خدا و پیغمبر مردم را گمراه می کنند. ایمانشان تاریک شود که مردم را در تاریکی نگاه می دارند. همین هایند که امیران را به مرتبه سایه خدا در زمین برداشتند، فتوا دادند، به مغز اهالی جای کردند. عوام باور کرده است که خواست امیر خواست خداست. هر رذالت به سرش آمد تن داد که از خواست خدا جایی گریز نیست. آزاده غریب خاک شد و در سرحد اشور 500 از تیر سرحدبانان روس با اسبش در آب آمو غرق گردید و بیکای غزار، شهر سبز، قرشی،
از عبدالملک رو گرداندند. نو کرده بودند بیکارا و عبدالملک با 300 سرباز به چارجو رفت که از جمله نانطلبان قوه جمع آورد، ولی کارش برار نگرفت و در حلقه در آمد. از یک طرف سربازان امیر، از طرف دیگر عسکران روس و هنوز امیر به چارجو نرسیده عسکری روس به عبدالملک ضربه زد و به طرف ریگزار بیکنار که جا جا سکسول دارد گریزاند و تعقیب میکرد و فرصت نمیداد که دم راست کند. به شکرانی این غلبه امیر نامه منتداری نوشت به گنرال گوبرناتور ترکستان و به آدمانش فرمود که به گارنیزون چارجو 70 گاو، 10 پود ارد، 5 پود سبزی، 3 پود پیاز و جو و کاه و علف برده دهند و خودش برگشت به بخارا. شما گفتار هشتم را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوسار هیجا شنیدید. کارگردان نگینه ابراهیم، صدا بردار منصوره یوسف، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.